دوستان عزیزم سلام، به کانال نیلیفال خوش اومدید. در مورد تکنیت امروزتون این کارت به شما خبر از یک اتفاق غیر منتظره رو میده و میگه در آستانه رسیدن به اهداف خودتون هستین. بنابراین حواس پرتی رو کنار بذارید و روی هدف و خواستتون متمرکز باشید. اگر نیت شما مسائل عاطفی هست و اگر مجرد هستین، میگه از شخص جدیدی یک پیشنهاد دارید. اگر در رابطه هستین و اگر با مشکل و درگیری مواجه شدین، میگه با شخص عاطفیتون زمان بیشتری رو بگذرونید و سعی کنید صادقانه رفتار کنید که در این صورت آینده روشنی پیش روی شماست. اگر کات هستین، خبر برگشت طرف مقابل رو دریافت میکنید. در زمینه شغلی یک امضای سند برای شما میبینم و پیشنهاد سرمایه گذاری که به صورت غیر منتظره هستش و در نهایت نتیجه خوبی داره. در زمینه تحصیلی امضای یک مدرک یا دریافت یک سند را برای شما میبینم و در نهایت جواب نیت شما بله هست. اگر از کانال خوشتون اومد حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره. موفق باشید.